بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که در دومین حلقه ای که تقدیم حضورتون میشه در ارتباط با موضوع ذکر و اذکار بتونیم مشعل راه خودمون رو با ذکر الهی به دست بیاریم و با این مشعل مسیر درست زیستن و چگونه زیستن رو بشناسیم و بر اون مسیر پایدار بمونیم. یکی از مطالبی که در ضمن ذکر عموما مطرح هست بحث دعا هست و رابطه ذکر با دعا. و در فارسی هم ما دو واژه داریم به عنوان نیایش و ستایش. این دو واژه با هم نزدیک هستند و در خیلی از موارد تداخل موضوعی هم پیدا میکنند و خیلی ها هم در جداسازی بین این دو واژه دچار اشکال میشن. در حقیقت نیایش که در اصل شاید نیازش بوده، یعنی خواستن یا نیاز رو بر مطرح کردن، و به همین صورت ستایش هم که ستودن میاد به معنای چیزی رو به خوبی یاد کردن هست. این دو واژه نکته‌های مشترک و نکته‌های هم به طور مستقل اختصاصی دارند. میدونیم که بحث ستایش یا ذکر مبنای اون شناخت است. شناخت حقیقت یا بزرگترین حقیقتی که ما باید بشناسیم و در سایه اون شناخت زندگی کنیم. الله متعال، مقام ذوالجلال، یکتایی پروردگار متعال، حاکمیت و سلطه و مدیریت یکتای پروردگاری که تمام این جهان در حاکمیت و در حکومت او مسیر هماهنگ و امنی رو داره میره. ستودن یا ستایش کردن یا کمال و جایگاه و صفات حقیقی اون ذات رو در نظر داشتن ذکر است. از کاری که ما کلاً در ضمن اذکار مسنونه میگیم و از کاری که به طور عموم بهش ذکر اطلاق میشه، مثل قرآن ذکر هست، مثل نماز که خودش ذکر هست، اقیم الصلاة لذکری، مثل مجالسی که درش در زمینه دین و مفاهیم دینی سخن گفته میشه، مجالس ذکر هست. چه میخواد تفسیر باشه، چه میخواد سنت باشه. همه این گونه های مختلف یا اشکال مختلف ذکری که ما داریم همشون در ارتباط با یک موضوع هست، مقام و جایگاهی که الله متعال باید در فکر و اندیشه ما داشته باشه و وظیفه‌ای که ما در قبال این مقام و جایگاه باید ایفا کنیم. وظیفه شناسی، مصادیق این وظیفه شناسی. بعد از اینکه ما این نکته رو در نظر گرفتیم، یا مقام الهی رو شناختیم با ستایشش یا با ذکر الهی، اشکال مختلف ذکر پروردگار متعال، به طور طبیعی یک
وابستگی دائم و ثابتی ایجاد میشه بین ما و الله متعال. وابستگی که وجود خودمون رو، موفقیت خودمون رو، سعادت خودمون رو در گروه حمایت او میبینیم. وجود ما صفر بوده، با امر او وجود رو پیدا کردیم، به دست آوردیم. هر وقت که بخواد از ما میتونه بگیره و میگیره. هرچی داریم و هرچی میخوایم در سایه لطف او به دست میاد. در نتیجه به طور طبیعی بعد از ستایش خود به خود نیایش شکل میگیره. دعا از کی میخواید؟ منبعی که شناختیمش. همه داده ها و داشته ها در اختیار او هست. سلطان حقیقی و مالک الملک جهان آفرینش است. به طور طبیعی این فقر و نیازمندی که بین ما و خالق با شناخت او پدید میاد، به طور طبیعی چیزی رو به عنوان نیایش یا دعا ایجاد میکنه. در واقع دعا میتونیم بگیم که اظهار نیازمندی به درگاه پروردگار و اظهار وابستگی و دلبستگی به ذات ذوالجلال او هست. در نتیجه این دو موضوع که نیایش، ستایش و نیایش هست، به طور طبیعی پرستش یا عبادت شکل میگیره. یعنی عبودیت ما در واقع از دو عنصر ستایش و نیایش تشکیل میشه. تمام مظاهر عبادی ما یعنی همین. نمازمون یا ستایش پروردگار متعال هست یا نیایش هست. اظهار نیازمندی به درگاه پروردگار هست، یا مقام و ذات و جایگاه او رو اعتراف میکنیم، یا وابستگی خودمون رو و دلبستگی خودمون رو به او اظهار و زمزمه میکنیم. از این دو موضوع بیرون نیست. در نتیجه همون حدیثی که الدعاء هو العباده، دعا در واقع خودش عبادت هست، برامون مفهوم میگه. قرآن کریم هم با کثرت میبینیم که به جای دعا عبادت آورده. این الذین یستکبرون عن عبادتی ادعونی استجب لکم، منو بخواید اجابتون میکنم. این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. کسانی که استغنا میکنن، در واقع استکبار، مستکبرون یعنی استغنا، خودشونو بزرگ، خودشونو بی‌نیاز میدونن از عبادت من، یعنی دلبسته و وابستگی درونی درش وجود نداره. این به طور این استکبار، استکبرون عن عبادتی، یک نوع رفتار هست، عمل کرد هست، عمل کردی که در نتیجه حس مرده‌ای هست که در فرد منقطع از پروردگار متعال وجود داره. حسی که حس عبودیت، بندگی و دلبستگی و وابستگی وجود نداره. فکر میکنه که خودش چیزی هست، فکر میکنه که توان یعنی او، فکر میکنه که داشته ها یعنی مال او، فکر میکنه که مقام او هست. از یاد برده که الم یکن نطفة من منی یمنا ثم کان علقة فخلق فسوا. آیا یک اسپرمی، جزئی از یک جزء ناچیز، یک چند هزارم یک قطره آبی نبودی که تو رو پرورش داد رب العالمین
و شرایط رشد تو رو فراهم کرد و در قالب یک انسان کامل حیات پیدا کردی و متولد شدی و شرایط تو رو در زمین فراهم کرد تا بزرگ شدی و موقعیت و امکانات گرفتی، قدرت گرفتی، ثروت گرفتی. بعد از اینکه همه اینا رو به دست آوردی فراموش کردی. بعد از اینکه اینا رو به دست آوردی نمیخوای اعتراف بکنی به حقیقت خودت. بعد از اینکه همه اینا رو به دست آوردی خود بزرگ بینی و خودشیفتگی تو رو از اون غافل کرد. اون دستی که به درگاه الهی بلند میشه، دست عبودیتی که به درگاه الهی میشه بلند میشه، غیر از اون دستی هست که در موقعهای نیاز فقط بلند میشه. و اداره که فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، هرگاه که سوار در موقعیت سخت و دشوار قرار میگیرن خدا رو میخوان، الله رو میخوان. اگرچه امروزه متاسفانه در همون شرایط دشوار هم میگن یا ابوالفضل، خدا رو فراموش میکنن و خدا رو اصلا نشناختن خدا کجا هست. یعنی اینقدر بهشون غلط گفتن، جایگاه افراد مخلوق رو آنقدر بزرگ جلوه دادن که دیگه اثری از وجود الهی باقی نمونده. اینقدر که یا مهدی ادرکنی و یا ابوالفضل بر در و دیوارها نوشتن و بر تابلوها ثبت کردن، الله و مقام الهی اصلا وجود ذهنی، وجود فکری، وجود اعتقادی نداره. متاسفانه خیلی ها میگن شرک، ما میگن شرک نیستین، بالاتر از شرک هست. شرک موقعی هست که شما کسی رو با کسی که حق مقامی رو با تقسیم کنید. اینجا اصلا کلی مقام تصاحب شده هست، کل مقام الوهیت الله رو به غیر الله دادن. این در نتیجه در واقع دست دعا بلند کردن فقط منشأ اون حاجت‌ها و نیازهایی نیست که انسان‌ها رو در زاویه نگه داره و ناچار دست به درگاه الهی بلند کنن. در این شرایط که همه این کار رو انجام میدن، در تمام همه مذاهب، همه ادیان این وجود داره، همه خدا خدا میکنن. انسان مؤمن دست او به درگاه الهی در تمام شرایط مختلف، چه داشته باشه و چه نداشته باشه، چه سخت باشه و چه در اوضاع و شرایط عادی باشه، همیشه دست به درگاه او دراز هست تا اظهار عبودیت و اعتراف به مالکیت حقیقی پروردگار متعال رو بکنه، اظهار بکنه که نیازمند هست و اعتراف بکنه که او غنی بی نیاز هست. این سه واژه با هم یک مثلثی رو تشکیل میدن که در بالای این مثلث پرستش هست و در دو قاعده این مثلث ستایش و نیایش هست. هرگاه ما تونستیم به درستی الله متعال رو بستاییم و به درستی پروردگار متعال رو در مقابل رب ذوالجلال دست حاجت بلند کنیم، پرستش حقیقی او رو شناختیم و عبودیت صحیح اون رو گردن نهادیم. و هرگاه در این دو زمینه اختلال ایجاد شد، در شناخت پروردگار و ستایش و ستودن مقام و جایگاه او کوتاهی و به همین صورت غفلت یا جهل طارئ شد، به طور طبیعی در بخش دوم که نیایش باشه و وابستگی و دلبستگی باشه، این خلل مؤثر واقع خواهد شد و در نتیجه این دو موضوع اختلال در نیایش و ستایش
به طور طبیعی پرستشمون هم عبادتمون هم بی بهره و خالی خواهد بود. این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. این خبر یا این کلام یا این اصل و الله متعال میگه که نماز مانع ارتکاب فحشا و منکر در انسان میشه، چون نماز عبادتی هست مرکب از ستایش و نیایش. اگر این عبادت آگاهانه و درست انجام بشه به طور طبیعی، سایه او و نتیجه او و بهره او و ثمره این نماز در زندگی انسان در گونه‌های مختلف که بزرگترینشون دوری از فحشا و منکر هست ظاهر خواهد شد. ولی وقتی که این نماز بی بهره و تهی باشه از مغز و مفهوم و معنای ستایش و نیایش، عبادت درست رو نخواهد تونست تعبیر کن باشه و وقتی که عبادت درست تعبیر نشد به طور طبیعی این ثمره‌ای نخواهد داشت. همان درختی خواهد بود که به طور مصنوعی میسازیمش به طور یک دکور زیبا ولی ثمری نخواهد داد. همون دسته گلی خواهد بود که به طور مصنوعی ساخته میشه بسیار زیبا و با رنگ طبیعی خودش نشون میده ولی هیچ گونه بویی نخواهد داشت. دست به دست هم دیگه بدیم و مفاهیم دعاها و اذکار که در سنت نبوی اومده رو خوب بشناسیم و بفهمیم تا بتونه این مفاهیم و معانی و درک درست ما ثمره فعلی در رفتار اجتماعیمون داشته باشه. در خاتمه این بحث انشاءالله که تونسته باشیم اهمیت موضوع ستایش، نیایش و رابطه اون با پرستش رو پی ببریم یا پی برده باشیم و به همین صورت در هم بافتگی دو موضوع دعا و ذکر رو هم به طور طبیعی بدونیم که در اذکار و دعاهای مختلفی که در سنت اومده تفکیک کردن بین دعا و ذکر کار بسیار دشواری هست، به خاطر که مبنای هر دعایی ذکر هست و نتیجه هر ذکری دعا هست. ذکر الله متعال، مقامش، جایگاهش، صفاتش، کمالش، جلالش به طور طبیعی وابستگی و دلبستگی رو ایجاد میکنه که درش ما دعا یا نیایش رو میبینیم و هر نیایشی مقدمه‌ای داره از ذکر الهی و ستایش یا وصف پروردگار متعال. در نتیجه تمام اذکاری که ما خواهیم خون یا میبینیم در کتاب و سنت در واقع ترکیبی هست از دعا و ذکر و در خیلی از موارد میگیم ذکر یعنی دعا و در خیلی از موارد دعا میگیم یعنی ذکر و حتی ذکر رو هم بر این اساس بر دو قسمت کردند. یک از معذرت دعا رو دعای مسئلت و دعای عبادت. دعای مسئلت اون دعایی هست که ما نیاز خودمون رو تعبیر میکنیم و دعای عبادت اون دعایی هست که ما مقام و جایگاه پروردگار متعال رو تعبیر میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک، همه اینا اللهم داره، خود الله رو متخاطب قرار میدیم ولی در واقع چیزی رو نیازی رو عرض نمی کنیم، نیازی رو ارائه نمیدیم، بلکه مقام الهی و صفات الهی و جایگاه پروردگار رو اعتراف میکنیم. این رو میگیم دعای عبادت.
و دوم رو میگیم دعای مسئلت، ولی در مجموع همه اینها منتهی میشه به یک موضوع و اون عبودیت کامل و شامل. در برنامه آینده انشالله به طور دستبندی شده دعاهای مختلفی که در زمینه‌های متعدد در سنت و قرآن اومده انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد. اگرچه برنامه ها شاید کوتاه باشه، ولی سعی میکنیم که در وقت کوتاه مطالب بیشتری رو به طور فشرده تقدیم کنیم و بتونیم در این راستا برای ذکر درست و صحیح و پویا و جامع و بر مبنای حقیقت و مطابق با سنت قدمی مثبت رو برداریم. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.